تقدیم به تو ای خواهرم، تقدیم به تو ای خواهرم که با حجاب و عفت باعث سربلندی پدران و برادرانت هستی. تقدیم به تو ای خواهرم که با رعایت حجاب و عفت بازار هوسبازان و هرزگان را کساد کرده و خاری در چشم دشمنان حیا و عفت قرار گرفتی. تقدیم به تو ای خواهرم که با رعایت حجاب شرعی وارد دبیرستان، دانشگاه و محل کارت می شوی. تقدیم به تو، تقدیم به تو ای سرورم که با وجود انواع فتنه ها در حفظ گوهر عفت و گسترش آن در میان خواهران مسلمان تلاش می کنی. تقدیم به تو، تقدیم به تو ای دخترم که مشاهده ات ما را به یاد دختران صدر اسلام می اندازد و یاد فاطمه و عایشه را زنده می کند. تقدیم به تو، تقدیم به تو ای مادرم که با راهنمودهای سازندت در تربیت دختران غیور و محجبه ما را به یاد خدیجه و اسما و خنسا می اندازی. تقدیم به همه مربیان، مصلحان، مسلمانان غیور، جوانان و پیرانی که غیرت اسلامی در رگ و ریشه آنان می تپد و در تار و پودشان می جوشد. تقدیم به تو ای خواهرم، تقدیم به تو ای ترک ایمان. ورجالنا في جنة روح وريحان وعين، والصامدون مآلهم نصر مع الفتح المبين، وبيوتنا سنشيدها سنعيد مجد الأولين، سيسود دين محمد سيعود للأهل السجين.